اگه امروزه قیمت‌ها بالا میره، اگه اینترنت محدود میشه، اگه بعضی شغل‌ها رشد میکنن و بعضی از بین میرن، اگه بعضی حرفا راحت گفته میشن و بعضیا نه، همه اینا به یه چیز برمیگرده: سیاست. خیلی‌ها میگن من سیاسی نیستم، اما سیاست کاری میکنه که حتی اگه نخوای روی زندگی تأثیر بذاره. توی این ویدیو میخوام خیلی راحت بهت بگم که سیاست دقیقاً چیه، چطور جامعه رو تغییر میده و چه مدل‌ها و دیدگاه‌هایی داره و اصلا سیاست سالم یعنی چی. بریم سراغ مورد اول. سیاست یعنی چی؟ بذارید خیلی ساده بگم. سیاست یعنی تصمیم گرفتن درباره اینکه جامعه چطور اداره بشه. اما پشت این جمله بظاهر ساده سه تا موضوع خیلی مهمه: اینکه چه کسی تصمیم میگیره، منابع چطور تقسیم میشن و قانون چطور اجرا میشه. هر جا منابع محدود باشه و اختلاف نظر وجود داشته باشه، سیاست شکل میگیره. در اصل سیاست یعنی مدیریت اختلاف‌ها بدون اینکه جامعه از هم بپاشه. و میرسیم به مورد دوم: سیاست چه تأثیری روی جامعه داره. مورد اول تأثیر اقتصادیه. سیاست اقتصادی تعیین میکنه مالیات چقدر باشه، دولت چقدر در بازار دخالت کنه، قیمت‌ها آزاد باشن یا کنترل شده، یارانه داده بشه یا حذف بشه، تجارت آزاد باشه یا محدود. این تصمیم‌ها مستقیم روی زندگی مردم اثر میذاره. مورد دوم تأثیر اجتماعی. سیاست فقط درباره پول نیست، درباره شیوه زندگی هم هست. سیاست تعیین میکنه آزادی بیان چقدر باشه، رسانه‌ها چقدر مستقل باشن، چه چیزهای جرم محسوب بشن و حقوق گروه‌های مختلف چطور تعریف بشه. تأثیر حقوقی. قانون نتیجه سیاسته. اگه قانون شفاف نباشه، برای همه یکسان اجرا نشه و تحت نفوذ افراد قدرتمند باشه، اعتماد عمومی از بین میره و بدون اعتماد هیچ جامعه‌ای پایدار نمیمونه. و تأثیر آخر که به نظر من یکی از مهمترین تأثیراست، تأثیر بین المللیه. هیچ کشوری طبیعتاً تنها زندگی نمیکنه و سیاست خارجی تعیین میکنه که تعامل کنیم یا در تنش باشیم، جذب سرمایه کنیم یا منزوی بشیم، عضو پیمانهای جهانی باشیم یا نه. سیاست خارجی اشتباه میتونه مستقیما روی اقتصاد داخلی تأثیر بذاره. دیدگاه‌های مختلف سیاسی. آدم‌ها درباره بهترین روش اداره جامعه اختلاف دارن و همین اختلاف باعث شکلگیری جریان‌های مختلف شده. دیدگاه چپ. تمرکزشون روی عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی، نقش پررنگتر دولت در اقتصاد و حمایت از اقشار ضعیفه. طرفدارای این دیدگاه بر این باورن که بازار آزاد به تنهایی نابرابری ایجاد میکنه. دیدگاه راست. تمرکزشون روی آزادی اقتصادی، مالکیت خصوصی، رقابت بازار و کاهش دخالت دولته. این دیدگاه میگه رقابت باعث رشد و نوآوری میشه. یک دیدگاه سومی هم وجود داره که در اصل ترکیبی از دو دیدگاه قبلیه به نام دیدگاه میانه. به طوری که بازار آزاده ولی همراه با حمایت اجتماعی هدفمنده. خیلی از کشورهای توسعه یافته امروز از همین مدل استفاده میکنن. حالا برسیم به مدل‌های اداره سیاسی. دموکراتیک. انتخابات برگزار میشه، قدرت قابل تغییره، رسانه‌ها مستقل‌ترن. یکی از مزیتاش اینه که امکان اصلاح تدریجی در این سیستم وجود داره. ولی روند تصمیم گیری در این سیستم خیلی کندتره. نقطه مقابل دموکراتیک میشه اقتدارگرا که قدرت متمرکزه ولی تصمیم گیری خیلی سریعتره. پادشاهی مشروطه. یه پادشاه یا ملکه وجود داره اما قدرت واقعی دست نهادهای منتخب مردمه. امروز در بعضی از کشورها مانند بریتانیا این مدل وجود داره و پادشاه بیشتر نقش نمادین داره. مورد چهارم نظام تک حزبیه. یک حزب اصلی قدرت رو در دست داره. رقابت حزبی محدود یا کنترل شده است. نظام فدرالی. قدرت بین دولت مرکزی و استان‌ها تقسیم میشه. هر منطقه اختیارات مشخص خودش رو داره ولی در چارچوب قوانین دولت مرکزی. انعطاف پذیری و توجه به تفاوت‌های محلی یکی از مزیت‌های نظام فدرالیه و البته احتمال اختلاف بین دولت مرکزی و مناطق خیلی بیشتره. حالا میرسیم به سوال اصلی: سیاست سالم یعنی چی؟ اگه بخوام خیلی رو راست بهتون بگم، هیچ مدل کاملی وجود نداره. اما تجربه نشون داده سیاستی پایداره که قانون برای همه یکسان باشه،
شفافیت وجود داشته باشه، مسئولان پاسخگو باشن، این مورد خیلی مهمه، امکان نقد وجود داشته باشه و سیستم بتونه خودش رو اصلاح کنه. سیاست سالم یعنی سیستمی که اشتباه میکنه اما اجازه میده اشتباه اصلاح بشه. سیاست فقط دعوای جناح‌ها نیست. سیاست یعنی نحوه تقسیم قدرت، فرصت و آزادی در جامعه. اگه سیاست رو نفهمیم، راحت‌تر تحت تاثیر شعارها قرار میگیریم. سریعتر قطبی میشیم و خیلی احساسی تر تصمیم میگیریم. اما وقتی سواد سیاسی بالا باشه، مطالبه گری آگاهانه شکل میگیره. تحلیل جای هیجان رو میگیره و جامعه پایدارتر میشه. توی ویدیوهای بعدی مواردی که گفتم رو به صورت جداگانه و کامل توضیح میدم. ممنونم از تماشاتون. موفق باشید.